بنده خوام ببینم که آیا این زلزله و یا نه دستی تو کار به یک دوست 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 یک دوست. ساعت 12:30 نیمه شب 31 خرداد سال 1369 وقوع زلزله‌ای به قدرت 7.4 ریشتر در شهرهای رودبار و منجیل و ده‌ها روستای اطراف آن خرابی‌های هولناکی به بار آورد. اما تا صبح روز بعد و طلوع خورشید هیچ کس از عمق فاجعه و انبوه تلفات انسانی بجامانده از زلزله با خبر نبود. این گزارش روایت کوتاهی است از بازماندگان زلزله سال 69 در شهرستان رودبار. It's a lovely ball to Cafu from Dunga. Scotland in trouble. It's got in off Tommy Boy. It's an own goal. Cafu claims it. نیمه شب زلزله ما آمد، ما را اسیر البیت کرد. چند تا از محلهای ما مردن. ما هم اسیر شدیم این بر اون بر چادر زدیم. هر کس در فکر خانواده خودش به در فکر بیلو کننگ هم که گیر نتونسته بودن شب تاریکی رو 2 روز 3 روز بگذشته بعد یارو جسد بیرون بردن. اما جسد با یارو حیوان یارو با کمک بومیابن کمکان چی با حیوان اکثر بیرون بردن. تعداد آمار دقیق تو دست من نیست، ولی منجیل وحشتناک فاجعه داد، رودبار فاجعه وحشتناکی داد، لوشان حالا یک مقدار کمتر بود، خرگام یه مقدار باز هم کمتر بود، رحمت آباد و بلوکات خیلی فاجعه داد، خیلی فاجعه داد. تمام روستایی نیست که در اثر زلزله 31 خرداد 69 عزیزی رو از دست نداده باشه. من شب زلزله اینجا نبودم. من شب زلزله تو معدن سنگارود زیر گل بودم 1500 کیلومتر. معدن تا بیرون بامیم از استخراج بیرون بامیم بودیم دیگه روبروی اون دهنه تونل مثل باران سنگامی. اینا فکر کردن ما مردیم، اونا فکر کردن که ما فکر کردیم که اینا اینجا مردن. نمیدونستیم که حالا بچهای ما از بین رفتن یا چی بود. آمدیم دیدیم نه، بچهای ما رو بیرون کردن، بیرون یه سری هم مردن. هر کس فکر کرده که این خونه فقط تنها خرابه، هیچ کس فکر نکرده که چیزی به نام زلزله اصلا وجود داره، چون ما چیزی به نام زلزله اصلا کلمه زلزله نشنوسته. ما بگویم فقط میخوانه هست بدیم او شیون و تمام داد بیداد بکنن. بعد از نیم ساعت دیگر بگویم بعد فلان کس خانه با ما نسن همه بشم جاده میان خانه ده ولی خود میشم جاده میان. از اون طرف من عموشن همسایه به عموشن حسابون عموشان داد فریاد، اما فکر کنیم فقط همه خانه خرابیه. نگو همه خانه خرابیه. گافوس رو نگاه می‌کردید با توتکابون رو اول اونجا رو نگاه می‌کردی، با محله آخر رو نگاه می‌کردی، همه یک نواخ بود، خونا همه تخریب شده بود. ما هیچ نمیدانیم کی آمد سر ما. تمام اون سنگ‌های بالا اومدن پایین، خونه‌های ما خراب شدن، بچه‌های ما اسیر شدن. عمل این دیوار اون دیوار، این دیوار اون دیوار. ما دیگه فقط تن ما رو می‌خواستیم بیرون بیاریم، فقط خودمون می‌خواستیم خودمون بیرون بیاریم، ولی در فکر فامیل و همسالی و چیزی نبودیم. هر کس میگه آقا من اون کار کردم، دروغ میگن. مثل یه فیلمایی نشون میدادن که مردم از پلوی هم رد میشدن، اصلا مثل که همدیگر رو نمیشناسن، مات و مبهوت بودن. همچین حالتی بود. جاده خراب شده بود، پیاده اومدیم خلاصه رسیدیم به محل، دیدیم محلم ویران شده اصلا. رفتیم جای دیگر بیرون آمدیم دیدیم یه عده دیگه آوارن، ما اونها را در آوردن. من خودم شاید 6 نفر نجات دادم، از زیر آوار بیرون آوردم. اتفاقا 2 نفر فوتی بیرون آوردم، 4 تا هم البته زنده شدن. در 15 نفر زیر آوار من بیرون آوردم. فقط 2 تا مرده بودن، تمام بدن من خون شد. بدن لباس من کلا خون شد.
در زلزله سال 1369 گیلان 500,000 نفر آواره و 35,000 نفر کشته شدند. این جزء غمبارترین زلزله های 100 سال گذشته جهان بود. با گذشت 32 سال از آن حادثه ناگوار، اما همچنان یادآوری آن صبح تاریک و غبارآلود که مردم حیران و سرگشته اجساد عزیزانشان را از زیر آوار خارج می کردند، با اشک و آه و دشواری همراه است. مغازه داشتم خودم ساعت 11:30 باشم به خانه که برنامه جوری پیش شد زلزله. از خواب دیگه پاپام فلان خانه خراب بود، به 4 تا بچه نمیشون از نمیشون. چی بدیم؟ همه خانواده از دست بدم، برار و خواهر و پسر و دایی و دختر عموی و پسر عموی و همه الان اگر به شون محل قدیم همه او دفن بودیم، نتانستیم جایی ببریم. اینقدر که جاده پاده دانه به خراب به نه شستشوری نه فلانی، همونطور با لباس او دفن بودیم همون منطقه. مردم چی بگم تا 1 ماه حالت خیلی مزد هم روانی داشتن، اصلا حال نبن، هیچ کدامش حال نبن. خدا شاید جسد دیاره بالا وزد نه و جسد اصلا خیابان رو نبن. آدم نگاه خودشی بگم دیوانه بری، روانی بری. بعد از مدتی حالت عادیشون برگشت. در میان کوههای سبز و دامنه‌های پردرخت رودبار صدها انسان به خاک خفته، بیان که سوگواران بر مزارشان حضور یافته و قبر عزیزانشان را بشناسند. پس از زلزله ریزش کوه و شدت ویرانی در برخی روستاها به حدی بود که آوار برداری و بیرون کشیدن جنازه ها ممکن نبود. یه روحانی از تهران اومد، براشون همینطوری یه فاتحه خون، برای دولت آباد اونجا یه فاتحه خون، گفت همینطوری براشون یه فاتحه بخونید. حتی نتونست یک نفر یه جنازه عزیزشو بیرون بیاره. درد خیلی زیاده ولی خیلی زمان بکشه تا کمک برسه. نشا رو بیرون آوردن، همه رو از کوه، چند تا از کوه ییلاق از اینجا از بین رفتن اونها را به اسیری آوردن پایین، نشسته بودن دفن کردن. کجا دفن کردن؟ این پیش مزار ما.